میخوای علم و تخصص رو ببینی تا آخر این ویدیو همراه ما باش. یه دونه لامبورگینی داریم که روشن نمیشده و هر جایی که بردن گفتن 30,000 درهم خردشه و نیازه که این باتری تعویض بشه و اصلا هم قابل تعمیر نیست. ببین این ماشین مرده است، اصلا هیچی داخلش نیست. با اینکه جفت سرباطی و وصله مثبت و منفی، دکمه استاتر رو فشار میدیم، پدال ترمز هم گرفتیم، هیچ واکنشی داخل خودرو نیست. درست هم بهش گفتم چون این باتری اصلا کسی نمیتونه تعمیر کنه. وقتی ولتاژ این باتری میاد پایین 100% همه میگن که باید این باتری تعویض بشه و 30,000 درهم یعنی چیزی حدود 500 میلیون هزینه شه. در باتری رو باز میکنیم، برد الکترونیکیش رو جدا میکنیم، جی تک میکنیم، برنامه‌ریزی از نو و این باتری دوباره قابل استفاده است. بریم نصبش کنیم و استارت نهایی بزنیم. مرحله میخوایم سرباطی رو وصل کنیم ببینیم که باتری برگشت یا نه. بابا بنازم برق برگشت. بریم استارت نهایی بزنیم، پدال ترمز فشار میدیم، دکمه استاتر. به به کار 30,000 درهمی با 3,000 درهم برطرف شد. یا